و برادر عبدالله. سلامت باشین. سوال من چنین است که از راهی که امروز مردمی شریفی تاجیکستان به خصوص مردم مهاجر خستند و به خصوص حرکت سیاسی 24 از گروه مهاجرا پیدا شدند و بر ضد یک ظالم صحبت میکنند، آیا حق خود طلب کردن و از نسبت پادشاه ظالم حقش طلب کردن گرفتن آیا یگان کمبودی و اشتباهی هست و یا اینکه اگر اشتباه باشد برای چی و اگر که راه درست باشد چی کار باید کنند من بعد این مهاجرای باقی ماندهش؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. آواز می رود؟ بله آوازتون خوبه انشاءالله. البته پیش از به سوال جواب دادن من میخواهم یک چیز رو گویم که برای بیداری مردم تاجیکستان حصه برادر خیلی کلان بود، عمر قواتوف. برای چی؟ برای اینکه همون نفر سبب شد که اکثریت مردم تاجیکستان بیدار شد. در حقیقت یک جسارت پیدا کرد و مقابل پادشاه ظالم برآمدند، سخن حق را گفتند. بعضی کشته شدند و بعضی امروز در زندان هستند. البته پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که سید شهدا، سید شهیدها این حمزه و اون نفری که مقابل پادشاه ظالم ایستاد میکند و سخن حق را میگوید و کشته میشود، درجهش برابری حمزه میگویم. از برای همین باید هر یک فرد مسلمان چیکار کند؟ مقابل ظلم ایستاد شود و به ظالم اطاعت نکند. این همون عمل عمر قواتوف بود که به ظالم اطاعت نکرد. هر چیزی که بود اختلافات بین رژیم و عمر قواتوف به این چیز من داخل نمیشم و اون چیزی که همون نفر کرد و امید کرد به مردم که همین مردم یک روز بیدار می شود. از برای همین برادرها وقتی که چند بار گفتن که خیش تبار ما انا این نفرها هست، این اشتباه است، خطا است. ما باید از خیش و تبارهای خود و یار و رفیقهای خود دست نکشیم. امید کنیم که یک روز اونها هم بیدار می شود، برای اینکه اونها یک قسم این جامعه هستند، این قسم مردم هستند. برای چی؟ برای که 10 نفر 20 نفر ما نمیتونیم که در تاجیکستان یگان تغییرات درونیم. ما فقط با مردم میتوانیم که یگان تغییرات درونیم در تاجیکستان. برای چی؟ برای قوه اساسی در دست مردم است. همه وقت ما به مردم یک امید خوب باید نگاه کنیم. برای چی؟ برای اینکه اگر که ما از اونها روی گردانیم، البته که به مقصدی که ظالم را نابود کردن که در پیش مانده ایم به اون مقصد نمیرسیم. از برای همین رابطه با مردم و با مردم اخلاق خیلی کدام برادر گفت که اخلاق خوبی عمر قواتوف البته در گیردش انسان ها رو جمع کرد. انا این خیلی اخلاق باید در ما باشد که ما توانیم که همون رفیق و یار و دوست و یا که همون شهروند تاجیکستان بری خودمو دعوت کنیم و با علم اثبات کنیم که با علم و دلیل اثبات کنیم که این رژیم امروزه دشمنی هر یک فرد تاجیک، دشمنی الله، دشمنی اسلام، دشمنی پیامبر. باید که با علم اینا با فکت اثبات کنیم. البته فکت از جانب اونها است. هر روز ما میبینیم چند قدر ظلم مقابل مردم تاجیکستان، مقابل دین اسلام، مسخره دین اسلام. این هم از فکت. فقط برای ما یک چیز لازم است که از علم هایی که هست ما از اونها استفاده کنیم و همچون دلیل اون کارهای امروزه حکومت را به فایده خودی حرکت یا که به فایده همون مقصد یا که نابود کردن ظالم استفاده کنیم. همین گفتنی بودم. بارک الله فیکم. تشکر زیاد. یعنی امروز مردم مهاجر من بعد از حق و حقوق دفاع کنن نکنن در این باره میگفتن بعد البته اگر که نفر خواهد که فرزنداش در آینده غلام روس، غلام اروپا، امریکا، چین نشود یا که یک روز تغییراتی همون سیاسی در همون منطقه تاجیکستان نشود و تاجیکستان زیر اطاعت چین رود مانند اویغورهای سینزیان نشوند، میلیون ها امروز در زندان هستند. 10 میلیون اویغور است
امروز 1 میلیونش در زندان است. از حسابی که سرکوبی بالای مردم اویغور ما میبینیم که هر جا پراکنده هستند و هیچ کس کمک نمیکند به آنها. اگر که نمیخواهند که در غریبی امروز میلیون های آنها در غریبی است، آرزوی به وطن برگشتن دارند که نمیتوانند، برای چی؟ ظلم در دولت چین خیلی از تاجیکستان هم بدتر است به مسلمان ها. اگر که به همین روز افتادن فرزندان خودشان را افتادنشان را نخواهند، باید که چیکار کنند؟ با ظلم امروزه و با همون جنگی که امروزه رژیم مقابل مردم تاجیکستان مقابل دین اسلام آغاز کرده است، باید که ایستاد شوند و این رژیم را سرنگین کنند. وگرنه البته که دولت را میفروشد، مردم را میفروشد. خیلی که ما دیدیم که یک قسم تاجیکستان به چین داد و امروز چندین میلیارد دلار تاجیکستان با قرضدار است. یک روز میبینیم که باز یک قسم تاجیکستان میدهد. آیسته اگر که مردم خب بیستن، مقابل ظلم گپ نزنن، مقابل این میلیارد هایی که امروز رژیم میگیرد، سمالات ها و در بانک های جهان و یا که بانک اروپا و بانک چین و بانک روسیه میلیون ها دلاری همون قرض میگیرند، بینشون تقسیم میکنند و در این بانک ها نگاه داشته میشود و حالت مردم تاجیکستان یکم به یک بهبودی خوب نمیرسد. اگر که مردم خب کند، البته که امروز ما نه، بلکه فردا فرزندان ما غلامی یا چین می شود یا غلامی این عائله یا که اون نفرهایی که بعدین بالای این حکومت می آیند غلامی آنها می شود. از برای همین باید که هر یک مرد باید چیکار کند؟ مردی این یک صفت است که باید که در مرد جسارت باشد، حق گویی باشد، از حق خودش طلب کند و گرد و اطراف خودش را از همون دشمنی که می خواهد نابود سازد از اون حمایت کند. این به هر یک مرد فرض است. برآمدن و سخن حق را گفتن این هم یک فرضیت دینی است. باید که مسلمان انسان باید که هر مقابل هر یک ظالم ایستاد کند، سخن حق را گوید و طرفدار انسان مظلوم باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد برادر عبدالله. واقعا اگر مردم مهاجر خودشون قیام نکنن، خودشون تغییر خودشون نکنن، هیچ کس در تغییر اینها کوشش نمیکند. خب اما متاسفانه یک چیز است که امروز برادر مهاجر از برادر دیگرش خوف دارد، شاید این امنیتی باشد. حالا که هر شده خواب هستن در جا کار میکنن، اینش از اینش میترسد. همین خیران سوال شک شبهه و همون ترس است چگونه چیکار کنن که از دل برانند و لااقل مبارزه چهره‌ای هم نباشه، مبارزه مالی و مبارزه قلمی بکنن. چیکار بکنن؟ یک چیزی که هست البته که حیرت آور است و مردم تاجیک اگر که نگاه کنیم حیرت آور است، نه اینکه از طرف مردها یا که از همون بچه‌ها این چیز صادر میشود، بلکه از طرف پدر و مادرشون هم این چیز صادر میشود. میگن که بچه‌م به سیاست خوش نشو، به این گروه خوش نشو، به اون گروه خوش نشو، خودت را احتیاط کن. لیکن فرزندانشون از تاجیکستان برای روسیه میفرستند. حالا میدونن که هر سال هزارها جوانهای تاجیک در روسیه کشته میشود، هزارها جوانهای تاجیک زندان میشود، لیکن باز به روسیه میفرستند. از مردن فرزندانشون نمیترسن که یک روز می آید فرزندانشون میکشد، یا که در همون یک ساختمان میافتد کشته میشود، یا که با یک 6 گرم هروئین به 15 سال و 20 سال زندان میشود. از این چیز نمیترسن. لیکن از آزاد کردن وطن خود، دین خود یا که فرزندان خود از این ظلم، از این کفری که امروز در داخل تاجیکستان است، از این چیز میترسن که فرزندانشون چیکار نکنند، در این راه ثابت قدم نباشند. باید که ما یک چیز رو دانیم، ما مسلمان هستیم، مقصد مسلمان ایچی است؟ عبادت، اطاعت پروردگار است و حق را گفتن است، به نفرهایی که مظلوم هستند کمک کردن است و مقابل ظالم ایستاد کردن است. از برای همین اون چیزی که هست بگذار که کارگری ششم دل باشد، که گبا باشد، هر وزارت باشد، ما مقصد ماندگی هستیم. اگر که مقصد ما برای آزاد کردن مردم باشد، ما باید که با مردم رابطه داشته باشیم. باید نترسیم که فلانی مرا زندان میکند یا که مرا میکشد. البته که زندان شدن، اگر که این قضای پروردگار، اگر که زندان شدن در همون چی تو نوشته شده باشد،
در حیات تو زندان میشوی، با دزدی زندان میشوی، یا یک جایی میری که اونجا دزدی شده است یا که کشتار شده است، تو رو تهمت میکنن. چندین جوانهای تاجیک تهمت کردن در روسیه زندان کردن. این همه چیز هست، اونها حالی این کار را نکردن. البته که اگر که مرگ باشد به سر تو می آید، یا که تو در حق استاد میشوی و با مرگ روبرو میشوی، یا که خط میکنی طرفدار ظلم و ظالمی میشوی و کشته میشوی. از برای همین باید که هر مردی تاجیک چیکار کند؟ از حق حقوق خودش دفاع کند، برای که این حق و حقوق برای ما الله داده است، ما را آزاد آفریده است. باید که ما از یکدیگر نترسیم. البته که هر چیزی که از خوبی و بدی از جانب پروردگار است و سخن حق را همه وقت باید گوییم، باید دعوت کنیم و اون چیزی که بالای سر ما می آید وقتی که آمد باید که صبر کنیم. همین قدر. تشکر زیاد برادر، خیلی صحبت جالب. و مانند همین سوال با برادر سهراب، انا که برادر عزت امان هنگامی که حاجی مرعلی خواتف در اونجا بودن، عزت امان هم اونجا بود و چی رابطه بین عزت امان یعنی در همفکری بودن در مسئله حرکت سیاسی گروه بسیار بودن و یکی اجا بودن و یکی گروه علایده بودن؟ نسبت اما چی گفتنی هستید هنگامی که حاجی مرعلی زنده بودند در روسیه بودن؟ شما از روی نوارها مشاهده کرده میتونید در یک چند نوارها عزت امان همراه عمرعلی قواتوف حضور دارن در بعضن صحبت ها. یعنی اونجا نفرهایی که حضور دارن این نیست که همه گروه 24 باشن. گروه 24 یک خود تنها عمرعلی قواتوف بودن و در اونجا به هم اومدن که یک کار مفید انجام بدن. عزت امان یک شخصی از مشاهده کرده میشه که با همه حرکت های سیاسی و افرادی بگیم که شناس به جامعه رابطه داشتن. اگر که ما نظر کنیم در پهلوی همه دیده ایم، اما در بین کدام سردی گذشت در بین اینها. من راستی زیاد سوال نکردم، فقط همون نگام سخنهایی بود که ناراضگی کرده بود عمرعلی قواتوف خدا رحمتش کند و پسان همین گونه سخنهای عزت امان هم شنیدیم که گفت که خب این سخنها یعنی که حقیقت ندارن. به همین خاطر من با مردم چی گفتنی هستم، این یک نفر برادر ما شهید زنده یاد عمرعلی قواتوف امروز در قید حیات نیستن و نفر دیگری در زندان هستند. من در این هستم که باید ما بگذاریم این سخنها را دنبال این نشیم و همه می رود از این دنیا، کسی دائمی نیست. یک روزی که رفتن سوال و جواب چون نزد خداوند میکنن کدامش حق بود کدامش باطل بود، چی مشکلی داشتن، الله بیامرزد چون خب کدام اشتباهی بود در بینشون، کدام نفهمی های گذشته بود. به همین خاطر ما وقتمون دیگر در این صرف نکنیم. چگونه که گفتیم عمرعلی قواتوف در قید حیات نیست که ما دو طرفه بشنویم، دو طرف به ما حرف بزنن که قضیه چی بود. به همین خاطر بگذارین کنار. سلامت باشین. خب انشاءالله همین را گفتنی هستم که البته همون نفر خیلی مهنت کرد برای بیدار کردن مردم تاجیکستان. باید مردم تاجیکستان حرکت کنند که در آینده اون جوانهایی که امروز در تاجیکستان تعلیم میگیرند اونها را هم باید که بیدار کنند. البته که با واسطه اون جوانها البته حالت تاجیکستان تغییر کرده می شود. باید که امید از ملت نکنیم، باید که با ملت باشیم و باید که با همه نفرهایی که از این ملت هستند از کدام گروه نباشند باید که در رابطه باشد. هر یک انسانی که میخواهد در تاجیکستان یک تغییرات بیارد، برای که هر گروه هر نفری که از تاجیکستان هست در اون منطقه زندگی میکند، خویش و تبار دارد، البته با اونها رابطه کرده شود، با اونها نزدیکی آشنایی کرده شود، دوستی کرده شود و فکرها بین مبارزین بین هر یک نفر باید که فکرها فکر عوض کرده شود.
برای که فکرهای مردم هر خیلی می شود. البته از هر فکر یک پند، یک نصیحت، یک چیزی خوب گرفتن ممکن است. این چیز باید که هر یک مبارز از یادش نبرد، از دست ندهد. البته امید میکنیم که اون وقتی که ما زنده هستیم غلبه می شود، آزادی می شود به مردم مسلمان تاجیک و عدالت در تاجیکستان می شود. این چیز امید داریم ان شاء الله. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.